تو به این گاز بده تا موتور بفهمه، به گیربکس دستور بده، این را بیفته. ما اینو برات یه هفته ای آوردیم و تحویل دادیم. آخه چیه این 13 میلیارد؟ متریال افتضاح، گرم کن سرد کن توش آپشن حساب میشه. موتورم که 1500 سی سی، رسما داری یه دونه 206 اسی میخری 13 میلیارد. ولی این رخ که داری میبینی، متریال ساخت بی‌نظیر، کیلو توش آپشن و امکانات، و از همه مهمتر یه موتور 3000 سی سی تین توربو به علاوه یه موتور الکتریکی که 435 اسب بهت قدرت میده. حالا این 13 میلیارد، اینم 13 میلیارد، تو کدومو میخری؟